کشت بروقتی کارتوشکا باید حتما تخمی حجم اون صفت اون باید حتما به این نوبت گرفته شود. تخمی که برای کشت بروقتی کارتوشکا یا خصوصا برای کشت کارتوشکا توصیه داده میشد باید حتما حجما باید از 30 تا 60 گرم باشد و تخمی هایی که از 30 تا 60 گرم این تخمی های استانداردی برای کشت است و این تخمی ها رو ما نوبریده میشنونیم. توصیه میتونیم که اگر امکانیت باشد تخمی نوبریده شنونده شود، صحت شنونده شود و تخمی که شنونده میشود باید حتما نش زنده شود. نش تخمی باید تا 1 سانتی متر باشد، نه زیاد از 1 سانتی متر، چون که اگر از 1 سانتی متر زیاد شود هنگام شنیدن توسط دستی یا توسط تکنیک ها یعنی شکسته شوی نشک ها به عمل میاد. وقتی که نشک اول شکسته شود حاصل 10-15% تلف مییابد. از همین حساب ما باید کوشش کنیم که نشک هایی که اولین رو باید نشکنیم. و کارتوشکا که مثال از وقت در بسیار حالت ها ما کارتوشکای خوراک وجود دارد و همچون تخمی اون رو در نبودن تخمی استفاده بریم باید وقتی که اونها رو استفاده بریم باید حتما تخمی که از 70 گرم زیاد باشد بریده شنونده شود، چون که خصوصیت بریده شدن تخمی که حجما کلان است در اون است که اگر ما تخمی رو نبریم رسانه‌ای که از اون پیدا میگردد یعنی غذای یعنی حاصل نمیبندد. بسیار حالت ها حاصل نمیاد که حاصل صفتش پس میاد، چون که اون از حساب انمو ذخیره تخمی کلان یعنی استفاده میبره دوره نشر رو میگذارن و تا به دوره که مثلا اون میدان غذایی که تمام میگردد که الکی دوره نشر اون با اتمام میرسد و حاصل بندی یعنی فرصت نمییابد. از همین حساب تخمی که حجما کلان است باید حتما بریده شود.